وصیت 32 نجات یافتن از دوزخ. از حاریث پسری مسلم رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به من گفت چون نماز بامداد را ادا نمودی پیش از آن که با کسی سخن نمایی 7 بار بگو بار خدایا مرا از آتش دوزخ پناه ده. پس اگر همان روز وفات نمودی خداوند از آتش دوزخ پناهت می دهد. چون اگر نماز شام را ادا نمودی پیش از آن که با کسی سخن نمایی 7 بار بگو بار خدایا مرا از آتش دوزخ پناه ده. پس اگر همان شب وفات نمایی خداوند از آتش دوزخ پناهت می دهد. روایت نسائی.